وطندارا این ویدیو خاص بر دوستانی هست که در مورد ویزای ایران خیلی سوال میکردن و پیام میذاشتن. متاسفانه ویزای ایران بسته بود و حالا خوشبختانه ویزا باز شده ولی شرایطای خاصی داره. این ویدیو رو تا آخر گوش کنید دوستانی که ویزا ایران میخواین. دوستا ویزا از سه طریق صادر می شود. اول ویزای کاری توسط کارفرمایی که در داخل ایران هست قابل اقدام می باشد، از طریق کنسولگری اجرا نمیشه. دوم ویزای دیداری برش میگه، توسط چی کسایی؟ پدر، مادر و همسر و پسر بزرگشان، یعنی فرزند بزرگشان، چی دختر چی پسر، بزرگ خانواده باشن و مدارک داشته باشن که یا قامت داشته باشن که مدار اعتبار باشه، مثل برگای سرشماری که برگای سبز رنگ بوده. برای اینا ویزا صادر می شود. سوم ویزای درمانی برش میگه. ویزای درمانی هم از این طریق صادر می شود که شرکت معتبر درمانی باشه، یعنی بیمارستان معتبر باشه که از این طریق برشان دعوتنامه یا چیزی بفرسته. برای اینا ویزا صادر می شود. در غیر از این صورت برای هیچ کسی ویزا صادر نمی شود. این ویدیو رو هم بفرست برای تمام دوستایی که دنبال ویزای ایران میگرده و اگر دنبال یک شرکت خوب و مدار اعتبار باشه، مطمئن باشه، کارشان درجه یک باشه، شرکت سیاحتی احمد ارسلان سنگر براتون پیشنهاد میکنم حتما دوستانی که نیاز دارن برن به این شرکت مراجعه کنن و انشالله از طریق صفحه ما برن همکاری همراهشون صورت میگیرد.